به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. یکی از پادشاهان مسلمان شب در بالای تخت خود نشسته در خصوص تقدیر و خوشبختی دختر جوانش در اندیشه فرو رفت و به فکر آن افتاد که دختر یگانه اش را به نکاح کی درآورد. کیست آن جوانی که لایق دختر من باشد؟ یک شب وزیرش را دعوت نمود و به او سفارش داد که امشب به سوی مسجد برو و آنجا جوانی را پیدا کن که در طاعت و عبادت همتا نداشته باشد. هنگامی که همگان خوابند او در نیم شب در حال نماز و مناجات باشد. متاسفانه در این شب دزد نقشه به مسجد در آمدن و دزدیدن اموال مسجد را می کشد. دزد پیش از وزیر و عسکران به مسجد می رسد و می بیند که در مسجد بسته است. با دیوار مسجد پریده داخل مسجد می درآید. هنگام دزدیدن چیزی گرانبهای آوازی کشادن در را می شنود. از این کار در حیرت افتاده در حال خود را نمازخوان نشان می دهد و به خواندن نماز دروغین مشغول می شود. وزیر و عسکران وقتی این حال را می بینند در تعجب می افتند و می گویند سبحان الله، ببین شوق و ذوق این جوان را که وقتی در مسجد را بسته دید با دیوار پریده داخل مسجد شد تا نماز شب را برپا کند. وزیر به عسکران فرمان داد تا بعد فارغ شدنش از نماز او را به پیش من بیاورید. اما دزد از ترس و خوف مرگ نماز را سلام میداد و تیز نماز دیگر را شروع میکرد. عسکران به او نگاه میکردند و از تقوا و عبادتگری او جوان در تعجب میافتادند. نماز را چنان دراز خواند که وزیر فرمان داد اگر همین نمازش را خلاص کرد پیش از نماز دیگر را شروع کردن او را بیاورید. او را به پیش پادشاه آوردند. بعد شنیدن وصف وزیر در حقش پادشاه به او گفت شاید تو همان شخصی هستی که در سراغش بودم. من این تقوا و خدا ترسی تو را شنیدم مفتون تو شدم و تو را داماد یگانه خود گردانیده تو را امیر خواهم کرد. میگوید جوان از شنیدن این سخنان در تعجب افتاد و باورش نمی آمد. سرش را شرمنده‌وار به پایان انداخت و به خود گفت خدایا، به سبب یک نماز دروغین مرا امیر گردانیدی و دختر پادشاه را نصیبم ساختی. پس اگر نمازهایی از صدق دل بخوانم چه هدیه را برایم تقدیم بینمایی؟ اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. از شما خواهش کرده می شود دستگیری خود را دریغ ندارید و کسانی که در کانال آبونه شدگیان زنگوله را پخش تا ویدیوهای نوی ما به شما دسترس گردد. فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خدایا را مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض
لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.